تجاوز؟ پس اینجوری بهم تهمت زده. به مرگ پسرم قسم که دروغه. تا الان به خاطر اینکه ناراحت نشی بهت نگفتم، ولی حالا که اینطور شد همه چی رو میگم. در اصل اون آویزون من بود مسعوده. جلوی من لباسای لختی میپوشید، به همه میگفت که من دوست پسرشم. بهش گفتم نکن دختر، تو جای بچه منی. خدا شاهده مسعوده، خدا شاهده. اون بهت چاقو زد؟ آره، بهم گفت برم همونجا که پارسال با هم رفته بودیم. بعد گفت بیا با هم فرار کنیم. بهش گفتم ایلور من نمیتونم مادرتو ول کنم. اونم عصبانی شده بهم چاقو زد. مسعود عزیزم، خانم خوشگلم، ببین این همه مدته که ما زن و شوهریم، واقعا بهم میاد همچین آدمی باشم. دیشب برای چی رفته بودی سراغش وقتی زن و بچت اینجا منتظرت بودن؟ ترسیدم پلیس دستگیرم کنه. برای همین نیومدم بهش گفتم به مادرت خبر بده. گفت نمیدم، ولی من همه چی رو به جون خریدم و اومدم پیشت. حتی زندان رفتن رو به جون خریدم، فقط به خاطر تو، به خاطر پسرمون. چشمت چی شده؟ اینم کار دختر فاسدته. زنگ زد گفت برم پانسیون چون مریضه. بعدش گفت یا با من فرار میکنی یا به تهمت میزنم. دعوامون شد. بعدش با سنگ زد تو صورتم. اگه باور نمیکنی بگو بیاد روبرو کنی، بیاد غلطایی که کرده رو اعتراف کنه. منم از خودم دفاع میکنم. مسعوده، میدونم باورش سخته، ولی این دختر تو خیلی پسته، خیلی پسته. درد میکنه الان که دستای تو بهش خورده دیگه نه. مسعوده کی اومده؟ آبجی فاطیما، الان دست به سرش میکنم. بفرمایید. مسعوده خانم، میخواستیم درباره ایلول باهاتون صحبت کنیم. الان نمیتونم، بعداً. خواهش میکنم، فقط 5 دقیقه. وگرنه از اینجا نمیرم، منتظر میمونم. همینجا بگین. خونم ریخت و پاشه. ما برای دیدن خونتون نیومدیم. این موضوع یه مقداری محرمانه است. لطفاً. کفشتون رو در نیارین. بفرمایید. ساقه پس اینا کجا؟ سلام،
اینجا چی کار میکنی؟ با دوستام کار داشتم. خودت اینجا چی کار داری؟ اگه اجازه بدی میخوام شنا کنم. برو شنا کن، به من چه؟ اگه دوست داری بیا با هم شنا کنیم. عزیزم آخه چرا نمیفهمی؟ شنا چیه؟ من حتی دوست ندارم جایی که تو هستی قدم بذارم. اومدم اینجا چون با دوستام کار داشتم. مارال گفت اونا اینجا. البته احتمالاً با شما دست به یکی کرده. خب مگه چیه؟ الان با هم تنها شدیم، مگه بده؟ یه خورده وقت میگذرونیم. میدونم تو هم خیلی هیجان زده، یا آروم و قرار نده. آره خیلی. اونقدر هیجان زدم که دست و پامو گم کردم. توهم برات نداره. خیلی خوب، آروم باش، هول نشو. الان یه کاری میکنم که آروم شی. بیا ببینم. به من دست نزن. من همیشه هیجانم رو اینجوری خالی میکنم، با سیلی زدن به عقب افتادهایی مثل تو. اصلا نه هیجانی باقی میمونه نه استرسی. حیوون. چی شده گونه؟ چرا مثل ماهی گندیده موندی رو آب؟ آهای با تو هم چرا صدا در نمیاد؟ گونه چرا حرف نمیزنی؟ نکنه خفه شدی؟ داری فیلم بازی میکنی مگه نه؟ بگم خدا چی کارت کنه؟ گونه حرف بزن ببینم چیه؟ گونه خفه شدی؟ گونه نفس بکش خواهش میکنم. داری شوخی میکنی مگه نه؟ گونه آروم باش، نفس بکش. گونه فقط نفس بکش. گونه نفس بکش. گونه گونه نفس بکش تو رو خدا. وای گونه به هوش بیا دیگه. عوضی چی کار میکنی؟ وایسا چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ میکشمت عوضی، میکشمت. بیشور تیکت میکنم، ریزت میکنم. شهنا خیلی حال میده، تو هم بیا. خفه شو عوضی. چی شد؟ چرا عصبانی شدی؟ سوگل اوه این ویدیوها رو ببین. او پسر واقعا گونه‌یه. بچه ها اینا دیدین خیلی مسخره است. وای اینو نگاه. وای مگه داری؟ عالی بود دوستشونم. چطور بود؟ هیجان انگیز بود؟ ماجراهای دختر یتیم بد اخلاق. خدا